امر به منکر و نهی از معروف. حضرت موسی از خدا سوال میکنن خدایا بما فضلت امت محمد، خدایا چرا امت آخر الزمان را برتری دادی؟ خدا به موسی خطاب میکند ول عاشورا، ما به خاطر روز عاشورا امت آخر الزمان را برتری دادیم. اینجاست که حضرت موسی از خدا سوال میکنن و مل عاشورا، خدایا این عاشورا چیه؟ بعد از موسی تازه عیسی، بعد از عیسی تازه پیغمبر ما. ببینید چند سال پیش میشه. و مل عاشورا، موسی کلیم الله میگن خدایا این عاشورا چیست؟ وقت عبارت روایت اینه. در جواب خطاب میشود اون روزی است که روز گریه است. عبارت اینه ول عاشورا قال البکا، گریه و تباکی، حتی آدم خودشو به شکل گریه کن در بیاره. بینندگان محترم، الله متعال وجود امر به معروف و نهی از منکر در امت اسلامی را دلیل برتری آنان بر دیگر امتها می‌داند. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. شما بهترین امتی هستید که برای مردم آفریده شده اید. امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به الله ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان می آوردند برایشان بهتر بود. تعداد کمی از آنها با ایمان هستند و بیشترشان فاسقند. و امر به معروف، امر به هر آن چیزی است که الله و رسولش به آن امر نموده اند و نهی از منکر، نهی از هر آن چیزی است که الله و رسولش آن را ناپسند می‌دانند. و از جمله این منکرات خرافات و اعمال خلاف شرعی است که در مراسم عزاداری و یا روز عاشورا صورت می‌گیرد. غم زنی، نوحه خوانی، مظلوم نمایی، پوشیدن لباس سیاه و توسل و استعانت از غیر الله متعال و بسیاری دیگر از این اعمال، علاوه بر این که مخالف فطرت انسانی است، هیچ اصل و اساسی در دین اسلام ندارد و در قرآن کریم و روایات صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اقوال ائمه کرام رحمهم الله کوچکترین اجازه ای به این گونه عزاداری ها داده نشده است، بلکه روایات متعددی بر منع آن دلالت دارد که از آن جمله می توان به این روایات از منابع شیعه اشاره کرد. شیخ صدوق ابن بابوی قمی در من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 271 و مجلسی در بحار الانوار جلد 79 صفحه 103 روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند النیاحة عمل الجاهلیه، نوحه سرایی از اعمال جاهلیت است. طبرسی در مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 344 روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب، کسی که بر صورت زند و گریبان پاره کند از ما نیست. طبرسی در مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 144 و مجلسی در بحار الانوار جلد 79 صفحه 101 روایت کرده اند که امیرالمومنین علیه السلام به رفاع ابن شداد نامه فرستاد در سرزمینی که صاحب قدرت هستی تو را به نوحه برای مرده هشدار می‌دهم. شیخ عباس قمی در منتهی الآمال جلد 1 صفحه 248 روایت می‌کند که امام حسین رضی الله عنه در کربلا به خواهر بزرگوارشان زینب رضی الله عنها چنین وصیت نمودند: خواهر من،
تو را قسم می‌دهم و باید به قسم من عمل کنی که وقتی کشته شوم گریبان در مرگ من چاک نزنی و چهره خیش را با ناخن نخراشی و از برای شهادت من ناله و فریاد واویلا سر ندهی. امر به معروف و نهی از این گونه منکرها دلیل برتری امت مسلمان است. اما از آنجا که مدعیان دروغین دین و منافقانی که لباس دین بر تن نموده اند سعی دارند تا بر خرافات خود و همکیشانشان سرپوش گذاشته و پیوسته بازار بردگی خود را گرم نگه دارند، امر به منکر نموده و از معروف باز می‌دارند. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. مردان منافق و زنان منافق از همدیگرند، به کار زشت فرمان میدهند و از کار خوب باز می‌دارند و دستهایشان را از بخشیدن بسته می‌دارند. الله را فراموش کرده اند. الله هم ایشان را فراموش کرده است. بیگمان منافقان فاسقند. دعوت به شرک و خرافات و صیغه و خمس و دوری داشتن مردم از توحید و قرآن و مشاعر توحیدی با جعل روایاتی دروغین و ساختگی تنها نمونه‌ای از تلاش تاجران دین فروش برای غارت مال و ناموس مردم است. و در آخر به یکی از مراسم عزاداری روافض توجه نمایید که سراسر مخالف با اخلاق انسانی و تعالیم اسلامی است.